ده‌ها میلیون در ایران و صدها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدن و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن. این یکی از ایام الله هست. فرمانده گردان تو دفتر خودش این جمله را نوشته بود: ای برادر عرب که تو به دنبال من میگردی و من به دنبال تو، قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم.